سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و بالاخص دوستان عزیز. خب البته همه ما میدونیم که آدم ها گاهن از نداری و بدبختی و گرفتاری است که دست به کارهای خلاف میزنن و از قدیم هم گفتن که آدم خلافکار دین ایمان ندارد. خب حالا این یعنی چی؟ خدمتتون عرض میکنم. اولا فکر نکنید که اما درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما بازه. این خب خدا که فقط متعلق به آدمهای خوب نیست. چی گفت؟ نفهمیدم. خدای آدمهای خلافکارم هست و فقط خود خدا که بین بندگانش فرقی نمی‌گذارد. بالواقع خداوند ای با تو هم فسخلی حواست باشه به روحانیت توهین نکن و به روی اون قیمت هم نگذار. آیا آقا امامت در عکسه. من دهنتون خداوند مورد عنایت قرار بده انشاءالله. سلام بنده رو به مادرتون ابلاغ بفرمایید.